این پیچ‌تابی زمان است و موضوع امروزه ما درباره نقش چایخانه در تربیت جوانان. به آخر ما خیلی جاهای دیگه آشان نیست. من مثلا 11 سال بچه بودم هم من می‌جاند 3 تا درخت سفید دار بود. دست نشون تگفتم. هم دست نشون تگم یگان دون آشین نیست کن. خودی محله قاری رحمت قربانوف لیکن نامی چایخانه عمر جازه است. این چیز من با خبر هستم همیشه که از همین جو سر بزنه. از یک کیسه پیاله چای می‌ریزن چون صحبت تصویدن از در کار. بابا کلان ما همین چایخانه اشتفاهم تربیت می‌کردن. همه خبر نقض و بد اول در همین چایخانه پیدا میشه. دهار زنان همین بچه‌ها هم دیده ایستاده. ملیسا اومد گفته سال خودش میکشد میگن. از نقل و روایت‌های چنین پدران شهرتمند آگاهی یابند. مالکیتی هر یک فردی محلی ما است. کارهایی که مسائلی که برای جمعیت ضرور است در همین چایخانه حل و فصل می‌شود.